سلام، وزیربنا خوش آمدید. در مورد روند قرضه‌دهی اداره انکشافی زراعت افغانستان صحبت میکنیم. این اداره به چه مقدار پول را به عنوان قرضه به دهاقین داده و تکتانی این قرضه چگونه است؟ این قرضه چگونه دریافت میشه؟ هدف از این قرضه برای دهاقین چی است؟ آیا قرضه‌دهی اداره انکشافی زراعت افغانستان تانسته یک مقدار تأثیرات مثبت خود را بالای زراعت افغانستان داشته باشه؟ در این باره با مهمانان بحث میکنیم. آقایان دکتر ایمل آرمان، رئیس اداره انکشافی زراعت از کابل، و آقای محمد کریم عظیمی، رئیس اجرایی اتاق صنایع و معادن، روی خط اسکایپ با ماست. مهمانان بسیار زیاد به بحث خوش آمدید. آقای آرمان، اجازه بدید با شما آغاز بکنیم. اداره انکشافی زراعت چگونه یک اداره است؟ یکم معلومات اگر بدید. به نام خداوند بزرگ، تشکر از اینکه آغاز کردیم تا با شما و همکاران خود از تلویزیون زیبای شما معلومات لازمه را ارائه نماییم. صندوق انکشاف زراعت افغانستان یک نهاد مالی غیر بانکی دولتی بوده که در سال 1389 هجری شمسی تأسیس شد. صندوق انکشاف زراعت افغانستان در 1390 هجری شمسی به اساس فرمان مقام عالی رئیس جمهوری دولت جمهوری اسلامی افغانستان رسما ثبت و راجستر گردید و اساسنامه این صندوق در 1391 هجری شمسی توسط شورای محترم وزرای کشور مورد تصویب قرار گرفت. صندوق انکشاف زراعت تحت رهبری شورای عالی این صندوق از سال 1389 به این سو در تمام ولایت افغانستان سهم فعال دارند. خدمات قرضه‌دهی و همچنان خدمات تکنیکی خود را بر دهاتین، تجارت‌های زراعتی و تمام سکتور فرعی زراعت بر هموطنان خود به بسیار یک مفاد کم که با اتحادها، انجمنها، کوپراتیوها از همه نهادهایی که زیر این نهادها زیاد دهاتین مستفید شوند 6% مفاد میگیرند. این البته به شکل اسلامی است، چون که ما به خاطر آسانتر فهمانده میشه و گفتم که 6% 7% است. مثلا اگر یک بوجیکو قیمتش 1000 افغانی باشه، طریق قرضه اسلامی مرابحه این را ما از مارکت خریداری میکنیم و سر مشتریای خود دهاقین عزیز به 1060 افغانی میفروشیم. باز دهاقین عزیز این قرضه را در 12 ماه در اقساط مختلف بر صندوق تادیه مینماید و همچنان ما با شرکت های تجارتی که در بخش تهیه مواد اولیه زراعتی، در بخش تولید، در بخش پروسس و همچنان بازاریابی و همچنان در بخش فروشات موادی در داخل و خارج کشور سهم فعال دارند. قرضه تهیه می‌نماییم تا شوند تولیدات زراعتی کشور ما که جایگاه خاص در جهان دارد، من جمله میوه‌جات خشک و تازه کشمیره، یا شوند که بر کشورهای همسایه و سایر جهان صادر شوند تا مستفیدین از این محصولات با کیفیت افغانی مستفید شوند. درست. از سال 89 تا اکنون آقای آرمان چقدر پول شما قرضه دادین و تاثیرات این قرضه شما چقدر بوده بالای زراعت افغانستان؟ تشکر. از سال 1389 تا به حال مبلغ 10 میلیارد و 496 میلیون افغانی قرضه را به سایر ولایت افغانستان توزیع نمیدیم. به تعداد 55066 دهاقین از این قرضه ها مستقیما مستفید شدند. مستفید شدگان غیر مستقیم بازارها تن میرسند. در افغانستان در این 2 دهه که گذشت وزارت محترم زراعت توانستن مشکلات عمده دهاقین عزیز ما که یک عمده مشکل نبود قرضه، دسترسی به قرضه زراعتی اسلامی بودند، در یک مفاد کم توانستن
بر همه دهاتین عزیز ما قرضه را در چوکات مختلف من جمله توزیع قرضه از طریق کوپراتیف ها، انجمن های زراعتی و همچنان شرکت های زراعتی و مؤسسات قرضه‌دهی کوچک توزیع نمایند. البته سایر دهاتین عزیز که از صندوق انکشاف زراعت قرضه به دست آورده، معلومات ما از ساحه نشان میدن که حاصلاتشان 21% اضافه شدن و هر دهقانی که از ما قرضه گرفتن توانستن در کوتاه مدت و میان مدت با تعداد 2 تن را با خود استخدام نمایند. ولی آقای ارمان، همین روند قرضه دهی شما چگونه است؟ شما هرچند شما گفتین که ما با تکتانی اندک قرضه میتیم، ولی اگر امیر را واضح بسازین، اگر فرضاً یک دهقان میخواد که از شما قرضه بگیره، شما نسبت به حجم از او قرضه تکتانه تعیین میکنین یا نه تکتانه تعیین شده است؟ مثلا شما رو گفتن که روند قرضه دهی شما بسیار سخت است و نمیتونن اینا بیان از این روند استفاده بکنن و قرضه بگیرن. امیر روندش میشه واضح بگوین که شما چه قسم امیر روند را مدیریت میکنین؟ این روند چه قسم است؟ چه قسم یک دهقان میتونه قرضه بگیره از شما؟ تشکر. میخوایم یک مثال عملی بدهم. مثلا در سال 2011 وقتی ما از بامیان، ولایت بامیان، مطالعه تکنیکی را اونجا انجام دادیم، ما دیدیم که در ولایت بامیان سالانه 150,000 متریک تن کچالو تولید میشد و مشکلات عمده دهقان این بود که در وقت کشت کچالو یا تخم اطلاع شده و همچنان پود سیاه و سفید نداشتند و در دستشان بعد از سپری شدن زمستان پیسه کافی نبودند که این مواد اولیه زراعتی را به خود خریداری نمایند تا کشت کچالی نمایند. صندوق انکشاف زراعت افغانستان بار اول همراه 7 کوپراتیو کار خود آغاز نمود. برنامه قسمی بود که در سایر ولایات افغانستان در چوکات محترم وزارت زراعت در همه ریاست‌های زراعت ما قسم میشن که نمایندگی خود داریم و همچنان در اتاق‌های تجارت و صنایع ما اتاق داریم و در همه مجالسشان همکارای ما شرکت می‌کنیم. آقای ارمان، با معذرت که حتما شما سوال من را نگرفتید آقای ارمان، من میخواستم بپرسم که همین روند شما میرین مطالعه میکنین، تحقیق میکنین، بعد به دهقان پیشنهاد میتین که ما در بدل اینی قدر تکتانه به شما اینی قدر پول میتم و شما میتونین اینی بخش را پیش ببرین، یا نه دهقان نزد شما میاد و طلب قرضه میکنه؟ چگونه است؟ تشکر. صندوق انکشاف زراعت عمده 2 اهداف داره. یکی فراهم نمودن قرضه‌های اسلامی بر دهقان و شرکت‌های زراعتی، دوم رشد و انکشاف زراعت هستند. هدف صندوق فایده البته مفاد گرفتن نیست. این 2 قسم میشن. وقتی که ما مطالعه تکنیکی از یک بزنس یا کوپراتیو میبینیم انجام میدیم، ما میبینیم که عاید سالانه‌اش چقدر است، فروشاتشان چقدر بود، با مو اساس امو تکتانه سالانه خود ما تعیین میکنیم و من جمله همچنان دهقان خودشان به صندوق عارض میشن و پیشنهاد میکنن که ما به این امکانات میتونیم از صندوق قرضه بگیریم و همچنان شرکت های تجارتی و سایر موسسات قرضه های کوچک بر ما عارض میشن، ما قرضه های کلان برشان عطا میکنیم. باز این مشتریا باز از طریق خود به حساب پالیسی های اپروف شده خود این قرضه را بر هزارها تن دهقان در افغانستان توزیع می‌نمایند. بسیار تشکر آقای ارمان. برمیگردیم به شما. آقای عظیمی، آیا واقعا قرضه دهی در بدل تکتانه بر دهقان میتونه در قسمت رشد اقتصاد یک کار خوب باشه و یک گزینه مناسب باشه و میتونه که آنچه که مردم انتظارش داره از دهقان در بدل قرضه بر مردم خدمات عرضه بکنه؟ تشکر. سلام خدمت شما و خدمت مهمان برنامه و بیننده‌های تلویزیون آریانا نیوز. واقعا در نظام اقتصاد بازار نقش عمده‌ای را که SMEs یا تشبثات کوچک متوسط از خود داره و نیازمندی جدی را این تشبثات برای حمایت‌های مالی داره و دسترسی به حمایت‌های مالی و قرض‌ها از جمله مخصوصا در کشور ما افغانستان از 20 سال به این سو که نظام ما تجربه داریم، متاسفانه دسترسی به قرض‌ها
بسیار محدود بوده و اگر بگوییم اصلا نبوده. در حد شعار باقی مانده، در حد از اینکه یک فند یک پروژه آمده برای زمان محدود به طور پروژوی یک تعداد اشخاص از او استفاده کردن و یک تعداد تا یگان جای برای ما غذا برای صنعتکارهای ما چی در عرصه داخلی و برای دهقان ما در عرصه زراعت. ما گفتن همونه که زراعت ما زمان رشد نمیکنه تا زمانی که مکانیزه نشه، تا زمانی که صنعت ما رشد نکنه، تا زمانی که فابریکات ما رشد نکنه. محصول زراعتی ما تا زمان که در فابریکات ما پروسس نشه و به یک محصول خوب صادراتی مبادل نشه، مارکت خوب پیدا کردن نمیتونه. پس نهادهایی که چی نهادهای بین‌المللی هستن، چی نهادهای حکومتی هستن که در عرصه اگر که دعوای زیر دارن که ما زراعت انکشاف میتیم یا ما زراعت رشد میتیم، در 20 سال ما دیدیم متاسفانه زراعت ما با جایگاهی که باید میبود با وصف کمک ها و فندها و دونیشن ها متاسفانه با او آرمان خود ما نرسیدیم. علت چی بوده؟ علت همین بوده که ما فقط مقطعی کار کردیم، به شکل پروژوی کار کردیم و نیازمندی اساسی دهقان خود و اما زنجیره ارمان میگن که آقای عظیمی اینا میگن که ما به بیشتر از 55,000 دهقان قرضه دادیم و نظر به تحقیقاتی که خودشان انجام دادن 20 تا 25% رشد مثبت داشته و او دهقان تانست از این قرضه به گونه مثبت استفاده بکنه. خب ببینید اینا من حرفاشون کاملا شنیدم. اینا از اتاق‌ها یادآوری کردن. من خودم در رأس اتاق صنعت هستم در کابل. هیچ نوع هماهنگی با ما نشده که با کدام صنعتکارا با کدام فابریکات اینا قرضه دادن. یک موضوع دیگه ای که در قسمت دهقان‌ها که چون این صندوق مختص به زراعت است و انکشاف زراعت است، طوری که شما گفتن که به دو هدف، یکی که دهقان‌ها حمایت شود، دیگه زراعت ما انکشاف پیدا کنه، مکانیزه شود. ولی ما ندیدیم زراعت ما متاسفانه هنوز هم چالش‌های خود داره در از قسمت کشت محصول که مربوط دهقان میشه تا بحث پروسس و بسته‌بندی و صادرات ازی. متاسفانه در هر مرحله ما چالش‌های را داریم. معنی وزارت زراعت با وصف از اینکه در 15 سال یا 18 سال با میلیون‌ها دلار پروژه‌های مختلف در عرصه‌های مختلف باغداری، در عرصه‌های مختلف زراعت نداشتن، ولی موثریت نداشته. اگر ما نتیجه از این کمک‌ها را ببینیم یا از قرض‌ها را ببینیم، موثریتی که قابل لمس باشه و مثمر باشه او را نداشتن. علت چی بوده؟ علت همین بوده که به شکل مقطعی برخورد شده، به شکل از اینکه دراز مدت به فکر دراز مدت باشن یا یک دهقان حمایت بکنن. و متاسفانه همین روند کمک یک فرهنگ غلطی که در افغانستان به جا مانده، خارجی‌ها که ما را به یک کشور محتاج و به یک مردم دور از ما و شما و یک تعداد مردم ما به مردم گدایگر و به یک مردم همیشه دست به دراز آموخته کردن. به این فکر ما شدیم که والا اینو قرضه را بگیریم و یک تعداد دو باز خورد و برد خود داشتن، بالاخره با بخش ما کار نشده. شاید من رد نمی کنم موثریت خود در بعضی عرصه‌ها بسیار محدود داشته باشه، ولی طوری که لازم بوده چرا در 15 سال 20 سال زراعت ما رشد نکرده؟ با واسه که 70% بیش از 70% مردم ما مصروف دهقانکاری و مصروف این کارهای زراعتی هستن. علتش باید پیدا کنیم. اما زنجیره ارزشی که ما بیشتر براتون گفتم، تا زمانی که صنعت ما مدرنیزه و مکانیزه نشه، تا زمانی که فابریکات ما پیشرفت نکنه، تا زمانی که صنایع داخلی ما را رشد ندیم، هرگز زراعت ما رشد نمیکنه. و این وابستگی داره بر رشد زراعت. یکی از مثالایش سرخانه است که ما دیدیم از سالیان سال به این طرف مشکل سرخانه را ما داره. خب حالا که چند تا سرخانه را ساخته برای ما، باز مشکل تامین انرژی برق داریم که ما تامین انرژی برق کردن نمیتونیم. همین است که مسئول دهقان ما به وقت و زمان مناسبش و به وقت زمانش به بازارها نمیرسه و اگر میرسه با قیمت بسیار ناچیز و حکومت هم از یک سو ادارات حکومتی در کل یک نوع هماهنگی خوب دیگه ندارن که برای محصول داخلی افغانستان اینا و مخصوصا محصولات زراعتی بازارهای مناسب را در کار داشته باشن. پس ما نمیخوایم که زیاد انتقادانه صحبت کنم، ولی در کل اینمی حقایق است که ما میگیم.
اگر موثریت می داشت، خب امروز ما در جامعه ما حس میکردیم ما بالاتر از 60-70% میبینیم که همین گراف بیکاری میره طرف 60-70% و حتی بالاتر از اون. همچنان خط فقر ما رو ما میبینیم که از سال به سال زیاد شده میره. پس چرا این موثریت خود نداره؟ علت و عوامل مهم از این باید جستجو شود و هماهنگی خوب لازم با ادارات سکتوری که از جمله اتاق صنایع معدن است با ما با دیگه اتاق‌ها با دیگه بخش‌های سکتوری و این باید روی بحث گرفته شود و ریشه یابی شود که بعد از او سر یک استراتژی ملی این مبادل شود و همون جایی که واقعا موثر است ما میتونیم دهقان خود در اون بخشا سپورت بکنیم، حمایت بکنیم که تا همین خود دهقان با فابریکه و فابریکه را با تجار و در کل تجار با مارکت های بین المللی و ملی وصل بسازیم. یک زنجیره از ارزش ما بسازیم. یک موضوع و موضوع دیگه ای که ما زیاد معلومات در مورد قرض‌های از اینا ندارم که سقفش از چقدر تا چقدر است با واسه که شما از اینا پرسان کردین و شرایط چگونه است. ما نگفته نمونه که قرضایی که در افغانستان حال فعلا بانک‌ها که پیشنهاد میکنه متاسفانه با شرایط ما برابری نداره و هیچ صنعتکار، هیچ تاجر، هیچ سرمایه‌گذار یک دسترسی خوب برای قرض‌ها نداره و نگفته نمونه که بیشتر از میلیاردها افغانی یا تا یک اعماری که حدود 4 میلیارد دلار است که ما خودمون از بانک مرکزی اعمار داشتیم که در بانک‌های خصوصی و بانک‌های دولتی ما این پول‌ها به شکل راکت مانده و در حال گردش نیست. پس بانکدارای ما چی میکنه؟ حکومت چی میکنه؟ در کل باید یک هماهنگی خوب بین ادارات سکتوری چی بانک‌های بزرگ است چی نهادهای قسمی که برادرمون نمایندگیش میکنه ایجاد شود تا باشد که همین کمک‌ها به شکل موثریت و موثر خود تمام شد. بسیار تشکر آقای عظیمی. برمیگردیم آقای ارمان. آقای عظیمی نکات بسیار باریکی را اشاره کردن. این که اول زمانی که بحث رشد زراعت بس مطرح میشه چرا هنوز آنچه که خود رئیس جمهور هم میگه آقای عظیمی هم اشاره کرد خط بیکاری در حدود 60%، خط فقر در حدود 80% یا بالاتر از آنچه که رئیس جمهور هم گفته بود و ای که شما سقف قرضتان چقدر است تا چه قدر مقدار پول را شما قرض داده میتونین؟ یکی چرا پروژه‌ای کار میکنین آنچه که آقای عظیمی هم اشاره داشت و یکی چرا هماهنگ نیستین تا هنوز؟ بسیار تشکر. خودم یک عادت دارم وقتی که در باره یک چیزی نمیفهمم یا مطالعه ندارم کوشش میکنم با او باره نظر خود نمیتونم و بسیار احترام به آقای عظیمی چون که درباره صندوق انکشاف زراعت و برنامه‌هایشان آگاهی ندارن به این حساب نظر متفاوت دادن. البته برنامه صندوق انکشاف زراعت بر همه مردم افغانستان بسیار آشکار است. ما صفحه فیسبوک داریم و همیشه از طریق مطبوعات وزارت محترم زراعت برنامه ما را ارائه می نماید و وقت به وقت درباره قرض‌دهی ما و خدمات تکنیکی ما با هموطنان ما معلومات ارائه می نماید. ما باید مثلا این را فراموش نکنیم که ما از یک بحران تیر شدیم. از سال 1979 بدین سو تا 2001 ما یک انقلاب طویل و جنگ‌های داخلی را سپری کردیم تا بالاخره که ما تانستیم یک دولت مستحکم را تأسیس کنیم. در دوران انقلاب از 1979 آقای ارمان وقت برنامه بسیار کم است. اگر مختص جواب سوال مرا بتین چون وقت برنامه بسیار اندک است. یک موضوع مهم است امور برایتان عرض می‌کردم. زراعت رشد کردن از وقتی که سال 2001 بدین سو مختلف برنامه به خاطر حمایت سکتور زراعت در کل افغانستان تطبیق شده. ما مثلا در بخش مرغداری اگر ساده مثال بتیم سابق ما 100% متکی بر واردات بودیم. حال خوشبختانه ما به حد خودکفایی رسیدیم. افغانستان در سرحد تولید ماشین‌آلات زراعتی و ابزار زراعتی به حد رسید که یکی از مشتریای صندوق انکشاف زراعت تانستن با 2-3 دفعه با ازبکستان، تاجیکستان تریشل و سامان آلات زراعتی صادر کنند. البته بیکاری زراعت یگانه سکتور عمده اقتصادی
که میتونن فقر از بین ببرن. خوشبختانه صندوق انکشاف زراعت از آغاز برنامه خود 10 میلیارد و 496 میلیون افغانی را در سایر ولایت افغانستان توزیع نمیدن. این را با بیشتر از 55,000 دهقان که هر دهقان تانستن 2 نفر با خود استخدام کنند. شرکت‌های تجارتی که از ما در بخش پروسس لبنیات، در بخش پروسس و بسته‌بندی میوه خشک و تازه قرضه گرفتن، توانستن همین میوه را به خارج صادر کنند. ما توانستیم در 10 سال گذشته همه مشتریای خود زمینه مساعد کردیم برایشان که تولیدات زراعتی خود در مارکت های ملی و بین المللی به فروش برسانند. ما یک مدل مایکل پورتر است که توجه این مدل سر همه لیول زراعت است. ما نه تنها کسایی که در بخش زراعت مواد اولیه را تهیه میکنند قرضه میتیم، ما در بخش تولید، در بخش پروسس و در بخش مقدار قرضتون چقدر است آقای ارمان؟ مقدار قرضتون چقدر است سقفش؟ تا چه مقدار شما قرضه میدید؟ با خانما 1.7 میلیون افغانی است و برای آقایان 3.4 میلیون افغانی شروع قرضه ماست. تا 6.8 میلیون افغانی ما قواله عرفی میگیریم که سایر نهادها در افغانستان خطر قبول نمیکنه. ما حاضر هستیم امو بود انکشافی ما و به حساب بر ما اجازه میتن که امروی هموطنان خود که حتی قواله عرفی داشته باشه قرضه زراعتی اسلامی خود پریشان تهیه نماییم تا شوند که کاروبارش رشد کنن و رونق پیدا کنن. خوشبختانه صندوق انکشاف زراعت تانستن سهم فعال در رشد و انکشاف زراعت افغانستان در 10 سال قبل گذشته بگیرن. اما آقای ارمان، آقای عظیمی میگن که مثلا شما گفتین ما 10 میلیارد یا بیشتر از او را قرضه دادین به دهقان. آقای عظیمی میگه که تا هنوز قابل لمس بوده ولی اندک بسیار کم. مثلا آقای عظیمی یک راه حل را گفت که باید یک حداقل بر دهقان یک بانک وجود می داشت. فکر نمیکنید که حق به جانب هستن؟ صندوق انکشاف زراعت یک نهاد مالی غیر بانکی بوده. فرقش با بانک چی هستن که ما تنها امانات قبول نمی کنیم. فی الحال ما توانستیم همه مشکلات دهقان حل کردیم. اگر شما لطف کنین به هر ولایت افغانستان سفر کنین، امروی مشتریای ما صحبت کنین، برایتان گزارش 100% مثبت میان، چون که آقای عظیمی از ساحه خبر نیستن و معلومات را ندارن، چون که یا مصروف در اتاق صنایع و معدن هستن و درست. امین مقدار قرضه که شما به مردم میتین پولش از کی میگیرین شما؟ دولت میته یا کدام مؤسسه خارجی است؟ بله. صندوق انکشاف زراعت افغانستان بنابر ضرورت ارشد که نبود یک نهاد مالی که در سالهای قبل موجود با مبلغ 100 میلیون دلار آمریکایی را ایالات متحده آمریکا با وزارت زراعت و وزارت محترم زراعت یک گرانت اعطا نمود و بالاخره از 10 سال گذشته ما فوق‌العاده سرمی سرمایه خود کار میکنیم. هیچ دولاری با ما همکاری نمیکنن. ما با می مفاد ناچیزی که میگیریم توانستیم در حالت مفاد باشیم و بدون کمک کسی برنامه خود در سایر مناطق کشور ادامه بدیم. تشکر آقای ارمان صاحب. ممنون که وقت گذاشتید. آقای عظیمی شما مگر کوتاه اشاره بکنین که آقای ارمان میگه شما از هیچ چیز خبر ندارین و بیجا اظهار نظر میکنین. خب بیجای آقای ارمان نگفتن، یه حرف از شما شنیدیم. به هر صورتش ما تشویق میکنیم، ما حمایت میکنیم چون این برنامه ها را و در جای شکی نیست. بیشتر مدار خود گفتم که جای را شاید در کل اگر فکر کنیم موثریت خود نداشته و این ما میتونیم که در یک دیبیت یا در یک مناظره باز دوست با خود داشته باشیم و چند تا دواقین ما از صنعتکارای ما، از تجارای ما، متشبثین ما او را هم دعوت کنیم و ضمناً ببینیم که کی قرض ها را گرفته و چقدر موثریت خود داشته. این نیازمندی از در همه کشورهای رایج است، خصوصا در کشورهایی که زیاتر اقتصادش به زراعت متکی باشه و ما منیس کشوری که باز موارد به خشک هستیم و متاسفانه
حکومت ضعیف و 40 سال بحران نیست، بلکه هم ما در حالت بحران هستیم، هم در حالت جنگ هستیم، یک کشوری هستیم که ولی با وصف از یا قدر کمکایی که شد، یعنی شاید ما وضعیت بهترتر از امروز می داشته بودیم، ولی چرا این وضعیت نداریم؟ اینمی است که از بابت غفلت بگیم یا فساد بگیم یا هم متاسفانه مسئولین ما که در رأس از این نهادها بودن و نتونستن که از یک بهره خوب ببرن، یک فرصت خوبی که مساعد شده بود برای افغانستان که ما میتونستیم در وضعیتی که فعلا قرار داریم که به وضعیت کشور محتاج و همین مانند از این که بدون یا با قطع کمک‌های خارجی یا بین‌المللی همه چیز به باد و به فنا میره، شاید این وضعیت نمی بودیم. و اگر ما تمرکز میکردیم بالای مکانیزه شدن زراعت خود و مکانیزه شدن صنعت خود، مطمئن هستیم که امروز این وضعیت قرار می‌گیریم. بسیار تشکر آقای عظیمی و آقای ارمان، ممنون که وقت گذاشتید.